در ادامه نمایش امروزه تلویزیون بهارستان ما باز نفرانی را به نزد نیلگون دعوت میکنیم که هوادار نمایش‌های آزمونیان و عین زمان آزمون تلویزیونی به پیش منظوری شما میگردد. و دوستان عزیز سلام عرض میکنیم. چون همیشگی ما امکان داریم که همراه با نفرانی که در استودیو هستند به شما سوال پیشنهاد کنیم و شما نیز به واسطه اشتراکچی آزمونی ما گردید و به قدر امکان توانید که به سوالای ما جواب گردونید و شاید که در آینده شما نیز اشتراکچی نمایشی ما گردید. ما از روی عنعنه از شناسایی آغاز میکنیم. یعنی میبینیم که نفرانی که امروز در آزمون ما هستند کیا هستند، در کجا تحصیل میکنن، با چه کار مشغول میشوند، چی مشغولیتی دوست داشته دارند و مانند اینها. مرحمت. من تیمورова شویره خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 35 ناحیه رودکی. من همه فن‌های تعلیمی رو دوست می‌دارم، کوشش میکنم همه‌شون رو خوب ازبر نمایم، ولی بیشتر توجه به فن‌های دقیق دارم. در وقت‌های خالگی با فن‌های و تیار نمودن فن‌های دقیق و اینچنین خواندن کتاب‌های بدیهی مشغول می‌گردم. از کدام فن نتیجه‌های از همه بهتر دارید؟ متماتیکا. پس شما در آینده همین سمتی فن‌های دقیق رو انتخاب کردین هستید یا که بسیار خوب شاعره. خوب مرحبا شما. ولی و تخمینه هستم از مؤسسه رقم 125 صنف 11 ناحیه رودکی. به همه فن‌ها نیز توجه دارم. خیلی هم خواهش داشتم که در این برنامه اشتراک نمایم. فنی از همه بیشتر شوق داشته من فنی بیولوژی می باشد و در همین سمت نیز رفتن میخوام. یعنی شما در آینده الکی انتخاب کردید که به کدام سمت می روید؟ کدام سمت؟ البته که طبیب شدن میخوام. برای همین به فن بیولوژی شیمی زیادتر توجه دارم. باز چه مشغولیت دارید؟ مثلا غیر از اون که درس ها رو میخونید؟ در وقت‌های خالگی البته به خواندن کتاب‌های بدیهی مشغول می‌شوم. از همه اثرهایی که من بسیارتر خواندم و دوست می‌دارم این توتی‌نامه زیادی نقشبی می‌باشد و توجه زیادتر به همین ایجادیات همین شاعر دارم. بسیار خوب. برام شما. من محبری محمد خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 ناحیه شاه منصور میباشم. من بسیار به همه فن‌ها را دوست می‌دارم و بسیار به فن بیولوژی شوق و رغبت زیاد دارم. با چی شغل می‌ورزید محبری؟ خواندن کتاب‌های بدیهی. شما هم کتاب بدیهی بسیار می‌خونید. کدام نویسنده یا کدام شاعر یا کدام کتاب را شما بیشتر می‌پسندید؟ بسیار و پولو تولیس را کتاب‌هایش را می‌خوانم. پووسی تابستانش را خواندم. بسیار همین ویران. شما؟ من ظریف پاپا خوش محمد هستم، خواننده صنف دهم لیسه کسبی ناحیه سینای شهر دوشنبه هستم و من در وقت‌های خالگی با خواندن کتاب‌های تاریخ عمومی و گئوگرافیا مشغول می‌شوم و از همه شغل نزدیک من این کسبی آشپزی است و من هدف من از این آزمون شرکت ورزیدن تنها دانش خود را سرخال دادن است. کدام خوراک‌ها را آماده کرده می‌توانید؟ بیشتر وقت من خوراک‌های ملی یعنی طعم‌های ملی را من تیار کرده می‌توانم، یعنی از طریق شوربا، مثال آش، شیر برنج، آش پلو. بله. تشکر زیاد. ما با شما شناس شدیم و اکنون شاعره تخمینه محبری و خوش محمد امروز در نمایش ما شرکت می‌ورزند و شاید که با دست آوردن با جواب دادن به سوال‌ها و گذشتن به زمینه‌های شاید یک نفر از اینها امروز نیست امکان پیدا کند که با یکی از کورس‌های تعلیمی مرکز آموزشی قلم رخصت گیرد. از جانب نمایش ما رخصت به طور رایگان در یکی از کورس‌ها پیشنهاد می‌شود، یعنی نفری که به سوال نهایی ما جواب درست می‌گرداند امکان دارد که یکی از کورس‌ها رو به طور رایگان تعلیم گیرد. خوب و خواه کورس زبان آموزی است نمیدونم و یا فن‌های دیگر. ولی تا آنه که ما به زینه نهایی میرسیم ولو فرصت است من با شما کم کوتاه که درباره قاعده نمایش معلومات میدهم. 4 خانچه است و 4 خانچه در از شما 4 سوال دارد و هر 4 سوال وابسته به آنه که به پیش میروید اندک سوال‌ها دشوار شدن میگیرم. ما با شما نیز مثل دیگر اشتراکچیان نمایش‌های پیشین 10 20 30 و 40 ثانیه در هر خانچه وابسته به گزارش وقت برای فکر کردن میدهیم. یعنی در خانچه که بود 10 سبز 20 زرد 30 و سرخ
40 ثانیه امکان دارد که فکر کنید و سپس به سوال جواب گردانید. میگذاریم با سوال اول در دوره اول. من حاضر 4 قطارکوه مشهوری دنیا رو نمبر میکنم. قطارکوه رو میدونید. قطارکوه اورال، قطارکوه تیبت، قطارکوه اند و قطارکوه آلپ. اورال کبود، تیبت سبز، اند زرد و آلپ سرخ. سوال 10 ثانیه فکر کنید و برنگی در کره رفته ایستید. قطارکوه درازترین کره زمین کدام است؟ اورال، تیبت، اند آلپ. وقت رفت داره فکر کردن. اورال، تیبت، اند و آلپ. وقت به انجام رسید. اورال، تیبت، اند آلپ. قطارکوه درازترین کدام است؟ اورال، تیبت، اند آلپ. خوب، من جواب رو قبول کردم. شویره به فکر شما این قطارکوه اند میباشد. در کجا جایگیر است؟ در طرف غربی آمریکای جنوبی جایگیر میباشد و قسمتی از اون پورا طرف جنوبی آمریکای جنوبی را فرا گرفته است. خوب، خوش محمد میگوید که اورال است. خوب، مرا جواب درست. قطارکوه درازترین این قطارکوه اند است که هم قطعه آمریکای شمالی و هم قطعه آمریکای جنوبی را در مجموع در بر میگیرد. به جای خود میگذاریم و عین زمان اگر شاعره تحمیله و محپری به سوال نوبتی ما جواب درست گردانند، پس الکی آنها امکان دارند که به دور دوم نمایش گذارند. ولی حالا سوال دیگر. در بازی شахمات غلبه را چی میگویند؟ 4 وریانت: خال، مات، گل، شاه. 10 ثانیه وقت. در بازی شахمات غلبه را چی میگویند؟ خال، مات، گل، شاه. وقت به انجام رسید. در بازی شахمات غلبه را چی میگویند؟ خوب، محبری چی میگویند؟ جواب من مات است. غلبه را در بازی شахمات مات میگویند. خوب، شاه نمیگویند؟ نه. مرا جواب درست. در بازی شахمات غلبه را مات میگویند. یعنی شاه چی میشود؟ مات میشود. مرا به جای خود گذارید. این زمان تخمینه محپری و شاعره الکی امکانی به دور دیگر گذاشتن دارن، ولی ما باز یک سوال دیگر پیشنهاد میکنیم و اگر این دفعه خوش آمد به سوال ما جواب درست گرداند، پس امکان دارد که باز امکاناتش بیشتر شود برای گذاشتن به دور دیگر. و سوال چنین است. من 4 ادیب کلاسیک را نمبر میکنم. عبیدی زاکانی وریانت اول، عبدالرحمن مشفقی وریانت دوم، شمس‌الدین شاهین وریانت سوم و احمد دانش چهارم. سوال: مؤلف قصه موش و گربه کیست؟ 10 ثانیه وقت. عبیدی زاکانی، عبدالرحمن مشفقی، شمس‌الدین شاهین و احمد دانش. وقت به انجام رسید و جای خود میگذاریم. مرحمت. قصه موش و گربه. کیم قصه را خوندگی است؟ من. مرحمت شویره. درباره قصه نقل میکنید؟ بله، باید زاکانی چنان که ما میدونیم یکی از نویسندگان حجم نویس است و این قصه نیز به طریق حجم نوشته شده است، ولی نوبسته از این به خواننده تاکید مینماید هرچند که این هزل هم باشد ولی موضوع های امروزه ما رو در بر میگیرد و بسیار لطیفه های نمکین در آنجا آورده است. مرحمت جواب درست. جواب درست است. من از شاعره تحمیله و محپری خواهش میکنم که یک زینه به پیش بزنند. برام در این قسمت با شما سوال پیشنهاد می شود و 20 ثانیه وقت برای فکر کردن نیز می دهیم. سوال با شاعره. شاعره فنهای دقیق رو می پسندیده؟ همش رو، ولی از فنهای دقیق المپیاده. سوال دشوار هم نیست.
این علم را اساسگذاری علمی گیومتریا مینامند. بسیار وقت کدام علم اگر دانید من همه جواب میدم. اگر اوکلید. کی اوکلید. افکرید از وقت استفاده نمیبرید، نه. انیخ میدونید. بله و کتاب ابتدا را نوشته است. یکمین کتابی در علم گیومتریا می باشد و قانون ها و تئورم ها را در این کتاب جای داده است. جواب درست است. درآمد. ما شما رو به زینه دیگر دعوت میکنم و میگذاریم به تخمینه. تخمینه سوال چنین است. 20 ثانیه وقت برای شما. دلفین ها رو میدونید؟ دلفین ها چگونه جانور هستند؟ درآمد. دلفین ها جانوران آبی هستند و از دلفین ها با کدام عائله داخل میشوند؟ عائله شکار. بله درست است. شما هرچند که من خواستم که اول کمی معلومات گیرم ولی شما با سوال من نکه جواب درست گردوندید. خیلی خوب است و من میگذارم به مخبری. در لامپه های روشنایی روزانه و حرارت سنج کدام متل زهرناک جای داشته است؟ 20 ثانیه وقت. یک متلی است که هم در لامپه های روزانه و هم در حرارت سنجی که حرارت رو میسنجند جای داشته است. کدام متل باشد؟ مخبری. وقت به انجام رسید. مرحمت مخبری. متلی که هم در لامپه های روزانه است بسیار وام میخوره و هم در حرارت سنج. معلومات ندارم در معلومات ندارید. خوشامد به همین سوال شما جواب میگوید. متلی که در داخل لامپه های روزانه و حرارت سنج است. اگر شما جواب درست گردانید پس به شما رو علاقه به دور دیم دعوت میکنم. شاید این متلی یگان دیگه خیمی کی باشد؟ نه نوعی متل. این متل خیلی آسان است. مخبر شما همه ندارید. این متل نام دارد سیماب. خوشامد شما سوال میدیم و 10 ثانیه فکر کنید و جواب گردانید. سوال خیلی آسان هم هست. فرزندی نبره را چی میگویند؟ 10 ثانیه وقت. فرزندی نبره چی میشود؟ ابیره. مرحمت. ما شما را یک زنه پیش دعوت میکنم و در قسمت نوبتی ما با شاعره سوالای پیشنهاد میکنیم که آنها 4 وریانت دارند و شما باید که وریانت درست را به ما گویید. سوال کمی از آن موضوعهایی که شاید که شما میخونید بیرونتر باشد. درباره خداهای یونان قدیم معلومات دارید شما؟ قسما. مثلا کدام خدای یونان قدیم را میدانید؟ زیوس. بله زیوس بود. شما رو دیگر از اون میدم. من سوال رو پیشنهاد میکنم. شما 30 ثانیه وقت هم داره فکر کردن. من 4 خدای یونان قدیم را نامبر میکنم. خدایی که از بانوان هستند. افرودیتا، ارتمیدا، پرسفونا، دیمترا. ارتمیدا، افرودیتا، ارتمیدا، پرسفونا، دیمترا. نام 4 خدای یونان قدیم. از بین این 4 نفر خدای زیبایی یونان قدیم کدام است؟ افرودیتا، ارتمیدا، پرسفونا، دیمترا. 30 ثانیه وقت. چون در یونان قدیم هر یک خدا به یک مفهوم وابسته بود. مثلا خدای جنگ بود، خدای زیبایی بود، خدای کشت و کار بود. ولی از بین افرودیتا، ارتمیدا، پرسفونا و دیمترا یکی از اینها خدای زیبایی حساب می‌یافت. وریانت ها رو یک بار. افرودیتا، ارتمیدا، پرسفونا، دیمترا یکی از اینها خدای زیبایی در یونان قدیم به حساب می‌رفت. وقت به انجام رسید. شاعره. افرودیتا، ارتمیدا، پرسفونا، دیمترا. وریانتی دویم شاید باشد. کدامش؟ ای افرودیتا یا ارتمیدا؟ ارتمیدا. تخمین؟ تخمین. افرودیتا نه. دیمترا نه. پرسفونا نه. ارتمیدا. تخمین انتخاب کردید. بله.
خدای زیبایی یونانی قدیم نام داشت افرودیتا. و میگذاریم به تخمینه. تخمینه خیمیا رو نیز خوب بدونید، کم بش. چون شما طبیب شدنی باشید اگر باید خیمیا رو هم خوب دونید. خوب؟ سوال. من 4 مفهوم رو نمبر میکنم. ایزوتون، ایزوتوپ، ایزومر، ایزوبار. ایزوتون، ایزوتوپ، ایزومر، ایزوبار. اتم هایی که ذرات یادرشون یخیله بوده عدد مساویشون گوناگون است چی نام دارد؟ ایزوتون، ایزوتوپ، ایزومر، ایزوبار. 30 ثانیه وقت. اتم هایی که ذرات یادرشون یخیله است ولی عدد مساویشون گوناگون است. ایزوتون، ایزوتوپ، ایزومر، ایزوبار. شاید ایزومرها باشند. حالا شما کمتر اگر وقت دارید و اگر که فکر کنید وقت به انجام رسید یک بار دیگر من برای تو رو میخونم. ایزوتون، ایزوتوپ، ایزومر، ایزوبار. اتم هایی که ذرات یادرشون یخیله است ولی عدد مساویشون گوناگون است چی نام دارد؟ ایزومرها. ایزومرها. این برای شما. اتم هایی که ذرات یادر یخیله دارند و عدد مساویشون گوناگون است اینها نام دارند ایزوتوپ. و عین زمان محوری میتواند به شما برابر شود اگر به سوال من جواب گرداند. 5 کیلومتر با چند متر برابر است؟ 20 ثانیه وقت. 5 کیلومتر با چند متر برابر شده میتواند؟ سوال خیلی آسان است. وقت به انجام رسید. با 5000 متر برابر است. یعنی 5 کیلومتر با 5000 متر برابر است. مرحبا. شما را در دیگر دعوت میکنم و شما نیز با شاعره و تخمینه برابر میشوید و ما فرصت سوال گذاری رو با خوش محمد دوام میدهیم. خوش محمد، اولین مسافر کائنات از زمین کی یا چی بود؟ یعنی اولین مرتبه به کائنات کی یا چی پرواز کرد؟ 20 ثانیه وقت. ما میدونیم که آدمان علاقه به کائنات پرواز کردن، به ماه پرواز کردن، ولی اولین مسافر کی بود و چی بود از زمین به فکر شما؟ اولین نفری که از زمین به کیهان پرواز کرد. وقت به انجام رسید. خوش محمد. یعنی کی هم کی بود هم چی بود؟ کی یا چی به فکر شما چی بود آخه؟ این فکر من فکر شما رو میپرسم. چی؟ مرحمت. نامش رو گویید. با فکر من این اولین بار با کیهان ها پرواز کردن اینها سگ بودن. جواب درست است. سگ ها بودن. بله مرحمت. هر 4 نفر در یک زینه قرار دارید و اکنون رقابت دشوارتر می شود. درباره قبط‌های اتمسفر معلومات دارید شما؟ بله. کدام قبط‌ها هستند؟ اتمسفر قبط استراتوسفر دارد، تروپوسفر دارد. بعد استراتوسفر دارد. بله. ایونوسفر دارد. قبط اوزونی دارد. ایروسفر اصلا بلند. سوال. 30 ثانیه فکر کنید و گویید. قبطی از همه پایانی اتمسفر چی نام دارد؟ استراتوسفر، تروپوسفر، ایونوسفر و یا اکزوسفر. قبطی از همه پایانی استراتوسفر، تروپوسفر، ایونوسفر یا اکزوسفر. اگر گویم قبطی که ما در اون قرار داریم استراتوسفر، تروپوسفر، ایونوسفر و اکزوسفر. وقت به انجام رسید. مرمد. شاید این تروپوسفر باشد. تروپوسفر. جواب درست است. مرمد. من شما رو بعضی نوبتی دعوت میکنم و میگذاریم به تخمینه. سوال از فن صنعت است. با صنعت شفق دارید؟ نه.
مثلا همه کار به صنعت علاقمند است. همون دوختن، نمیدونم یگان چی بریدن، یگان چی ساختن. من 4 اصطلاح رو نامبر میکنم. دقت کنید. اوریگامی شنیده هستید؟ ایکبانا، کاروینگ و گرباری. اوریگامی، ایکبانا، کاروینگ و گرباری. سوال: صنعت ساختن گلدسته ها را چی بنامند از همین 4 وای؟ 30 ثانیه وقت. از همین 4 مفهوم: اوریگامی، ایکبانا، کاروینگ، گرباری. الکی محپری تیار است. اگر شما ندارید من محپری میپرسم. پس اوریگامی، ایکبانا، کاروینگ و گرباری. این 4 اصطلاحی که به نفع گوناگون صنعت علاقمند هستند. اوریگامی، ایکبانا، کاروینگ، گرباری. وقت به انجام رسید؟ تخمینه. شاید ایکبانا باشد. شاید ایکبانا باشد. من شلق ندارم و معلومات هم ندارم. تخمینه انتخاب کردم. لیکن ایکبانا. من جواب شما رو قبول کردم. صنعتی از کاغذهای گوناگون ساختن را اوریگامی میگویند. صنعتی از میوه‌های گوناگون آرایش دادن را کاروینگ میگویند. شما در درس‌های بیولوژی اگر که شاید که گذشته باشید از برگ‌های گوناگون شما گرباری میسازید. ولی صنعت ساختن گلدسته ها را ایکبانا مینامند. من شما رو به دور دیگر دعوت میکنم و میگذاریم به محپری. من 4 وزیر رو نامبر میکنم. 4 وزیرای نامداری سلاله‌های گذشته شایگری‌های گوناگون. بلعمی شنیده هستید؟ بلعمی، نظام الملک، بزرگمهر و ارمویل. بلعمی، نظام الملک، بزرگمهر، ارمویل. سوال: 30 ثانیه فکر کنید و گویید وزیر انوشیروان عادل چی نام داشت؟ بلعمی، نظام الملک، بزرگمهر، ارمویل. یک بار گوارنچه رو وریانت ها: بلعمی، نظام الملک، بزرگمهر، ارمویل. یک از اینها وزیر انوشیروان عادل بود. سوال با محپری. وزیری بزرگمهر باشد. جواب شما؟ بزرگمهر. جواب درست است. من شما رو نیز دعوت میکنم به دوری دیگر و تنها ماند خوش محمد. من 4 دولت رو نامبر میکنم. دولت های روی زمین را: دانیا شنیده هستید؟ نروژیا، فینلاندیا، شویتسیا. هر 4 دولت در کدام قطعه هستند؟ اروپا. سوال: کدام از این کشورها در نیم جزیره اسکاندیناویا واقع نگردیده است؟ دانیا، نروژیا، فینلاندیا و شویتسیا. 30 ثانیه وقت. یک از این دولت ها در اسکاندیناویا نیست. پس 3 دولت دیگر باید که در نیم جزیره اسکاندیناویا باشند. دانیا در اسکاندیناویا. جواب درست است. مرحبا. خوب، شما هر 4 در یک زینه هستید. کاری ما اندک دشوار می شود. ولی من با شما حاضر یک سوال پیشنهاد میکنم و سوال وریانت ها دارد. من وریانت های یگان سوال رو نامبر کرد، مفهوم رو نامبر کردن میگیرم. کسی اولین شده از روی این وریانت ها جواب درست گردانید با زینه نهایی میگذرد. خوب، لیکن اگر وریانت شما نادرست باشد شما به همین سوال دیگر جواب گفته نمیتوانید. سوال توجه کردیم. در طول مدت طولانی تنها محصولاتی که در ترکیبشون این الیمنت بود، الیمنت شیمیایی، معلوم بودند. از جمله کسلات‌های فوق‌العاده که حتی شیشه را آب میکرد و در پوست سوخت‌های شدید و دیر تبابت شونده باقی میگذاشت.
حالا معلوم نیست ها؟ طبیعت اینمی کسلوتا را اون وقت حالا این الیمنت معلوم نبود. سال 1810 فیزیک و شیمیک فرانسوی آمپر کشف کرد. نیست؟ او یعنی آمپر برای عنصر داخلدار نام را پیشنهاد کرد که خیلی دیرتر در سال 1866 همین از زمان ترکیبی همون کسلت جدا کرده شد که در یونانی معناش نابود شوی یا مرگ را دارد. یعنی نام این الیمنت شیمیایی که امروز هست ترجمهش یا که معناش نابود شوی و یا مرگ است. نیست بینند. تنها سال 1886 اندری مواسن توانست که این کار را انجام دهد و همین الیمنت آزاد را در شکل گازی زرد و سبز به دست آورد. یعنی الان که معلوم شد گازی زرد و سبز است. حالا معلوم نیست. این الیمنت به گروه گالوگن ها داخل می شود. گازی رنگش زرد و سبز به گروه گالوگن ها داخل می شود. رقم اتمیش 9. وزن اتمیش 18/199 می باشد. از این دیگر من واریانتی شاید فتور باشد. شاید فتور. شایره من گفتم که اگر شما به یگان سوال جواب بعد به یگان واریانت جواب گرداندید و اگر واریانتتان نادرست باشد شما دیگر امکان جواب گفتن ندارید. متاسفانه برای تخمینه محپری و خوش محمد شما به سوال جواب درست گرداندید. مرا من شما رو دعوت میکنم بعضی نهایی و در همینجا ما سوال گذاری رو با 3 نفر دیگر قطع میکنیم و به شما من یک سوال پیشنهاد میکنم. شایره یک سوال اگر به سوال من شما جواب درست گرداندید پس امکان دارید که به یکی از کورس های مرکز آموزشی قلم روید تعلیم گیرید. از کدام فن یا چی رو میخواستید شما تکمیل دید اگر فرض کردیم که شما روخت رو با دست آوردید؟ یا از فن متماتیک یا زبان انگلیسی. خوب ما در این دور با شما 1 دقیقه وقت میدیم برای فکر کردن. یعنی شما امکان دارید که 1 دقیقه فکر کنید و بعد جواب گردانید. ولی سوال اونقدر آسان نیست. خورپشت و روباه رو میدونید؟ یعنی جانوران هستند. ولی خورپشت و روباه بیابانی هم هست. فهمو؟ توجه کنید. خورپشت ها و روباه های بیابان برخلاف خورپشت ها و روباه های جنگلی گوش های کلان دارند. گوش های کلان دارند. در بیابان دشمن را از دور دیدن ممکن است. خوب چون بیابان درخت یگان چی ندارد و شنیدن اونقدر مهم نیست که گوش کلان باشد. سوال پس چرا خورپشت ها و روباه های بیابان به گوشی دراز نیاز دارند؟ 1 دقیقه وقت. خورپشت ها و روباه های بیابان برخلاف خورپشت و بیابان های جنگلی گوش های کلان دارند. در بیابان دشمن را گفتیم از دور دیدن ممکن است و شنیدن اونقدر مهم نیست. پس چرا خورپشت و روباه های بیابان گوش های کلان دارند؟ چنانه که میدونیم حالا شما وقت دارید ولی اگر که گوید که من وقت رو قطع کنم مرامت در بیابان ها که گرم هستند در اونجا گرم سیل ها یا که باد های همون گرم بسیارتر به وجود می آیند و از مسافه دور آوازی بلند دارند یا که همین خیلی وقتی که یگان ارگانیسم زنده در نزد وی باشد وی میتونه که وی را زیر ری کرده به هلاکت رساند. شاید گوش های درازی آنها به همین نگرانی داشته باشند که همون صدای همون گرم سیل رو یا که همون باد صمیم رو از دور شنیده توانند. من گفتم که
در بیابان دشمن را اومد که همه چیز را از دور دیدن ممکن است، حاجت به شنیدن نیست. یعنی گوش‌های دراز خورپشت و روباهای بیابان اونقدر مهم نیست که شنوند. شاید محافظت، وظیفه محافظت از چی؟ از گرمی یا که همون چنگ و غبارها و گرمی. خب من جواب شما رو قبول کردم. یعنی وظیفه محافظتی میگوید شما. دیگرها وریانت دارند؟ نه؟ تخمینه؟ مخبری؟ خوش محمد؟ نیست وریانت ها؟ خب خورپشت ها و روباهای بیابان یک دقیقه. مرمت چون حیوان های بیابان اساسا در شب شکار میکنند، چون که روزانه گرم است و شاید که برای شنیدن و دیدن شبانه اونقدر و خوب آسان نباشد، قلای نباشد، آنها از گوش های خود استفاده برند. با گوش چیکار میکنن؟ میشنون یگان خطر به آنها تهدید میکنن. که شما من گفتم که شنیدن اونقدر مهم نیست برای آنها. بگذار محافظت باشه. خب بگذارم خیلی باشه. خورپشت ها و روباهای بیابان برخلاف جنگلی ها گوش های کلانتر دارند. در بیابان دشمن را گفتیم میبینید، یعنی اونقدر به شنیدن نیاز احتیاج نمیماند. گوش های دراز مثلا به فیل ها برای چی خزلند میکنن شما میدونید؟ فیل ها گوش فیل هم کلان است نه؟ بله، فیل افریقای هندی نسبتاً درست‌تر است. نه عموما فرق ندارد، فیل هندی است، فیل افریقایی است که از فیل ها هم گوششان درست‌تر است. خب من جواب شما رو قبول کردم. گوش های دراز برای خورپشت ها و روباهای بیابان برای زیادتر انتقال دادن گرمی، چون گوش ها به شبکه زیچی رگ‌های خونگرد مجهز می باشند خدمت میکنند. گوش های فیل نیز وظیفه به این مانند را دارند، یعنی برای انتقال دادن گرمی. سوال‌های جالبی دارید و می‌خواهید آنها را به اشتراکچیان نمایشی پیشنهاد کنید، پس این امکانیت را از دست ندهید. سوال خود را با جواب درست و نشان دادن منبع از آن گرفتید به نشانه شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان روان نمایید. نفران فعال حتما قدردانی می‌شوند. تلفن برای تماس 221 95 24. کوشش کردید، وریانت پیشنهاد کردید و غیرت کرده به همین زینا اومدید، ولی متاسفانه ما تنها سرتیفیکت رو به نفر میدهیم که به سوال ما پره و به خطا جواب دهید. ولی چون شما تا این زین رسته، شما امکان دارید که باز در یک از نمایش‌های ما شاعره به نوبت شرکت ورزید و شاید در نوبت دیگر رخصت را به دست دارید. خوب؟ خوش آمد مرحمت. شما چی اندیشه دارید در به نمایش ما؟ من می‌دونم که شما خیلی زیاد مراجعت کردید، می‌خواستید اشتراک کنید. همین خیر؟ من از این آزمون خیلی خرسند هستم که در این آزمون شعر کد فرزیده دانش خود را سیقل دادم و من غمگین نیستم که هدف از آن تنها غالب شدن است، ولی یعنی مهم شرکت است. تنها اشتراک کردن است و دانش را سیقل دادن. یعنی قانونمند هستید. بله. مخبری؟ من هم راه افتادن هستم و من غالب آمدن نبود و یعنی دانش خود را سیقل دادن بود. از این برنامه سوال هایی که نمیدونستم را یاد گرفتم، یعنی راه افتادن هستم. تشکر. تخمینه چی فکر دارد؟ من خیلی شاد هستم که اشتراک کردم. با مثل دیگران مقصدم غالب شدن نبود. تنها من خواهش داشتم که سوال‌هایی که شما می‌دهید آن را از نزدیکی به شما جواب دهم، چون که من برنامه شما رو تماشا می‌کردم و سوال‌هایی که شما می‌دادید پیش از همان اشتراک کنندگان من جواب می‌دادم و خواهش داشتم و روزم عملی شد. این روز چه خیلی شد؟ کوشش کردید نه؟ کوشش کردم و از اشتراک خود خیلی خرسندم. یعنی اشتراک پسند آمد. اگر همین بسیار خوب. شاعره چی فکر دارید مرحمت؟
миннатдории хешро ба кулли кормандони телевизиони Баҳористон махсусан ба ташкилкунандагони ин барнома мерасонам. Барои мо Наврасон чунин барномаҳои хубро пешниҳод менамояд ва ба мо имконият медиҳанд ки дониши худро сайқал диҳем ва ба Наврасон ва ҳамсолини худ пешниҳод менамоям, чун давраи Наврасӣ яке аз давраҳои тиллои умри инсон ба ҳисоб меравад. онро самаратбахш истифода намоям ва дар чунин барномаҳо иштирок намоям. ташаккур. мо ба шумо изҳори сипос мекунем ки вақт ёфтед, омадед, ширкат варзидед ва ҷуръат кардед ва мо тавонистем ки ба воситаи шумо, такрор мекунам, мисли барномаи пешин, ба воситаи шумо мо чанд савол дигар ба бинандагон пешниҳод кардем. мехоҳед дар намоиши мо ширкат варзида донишу ҷаҳонбинии худро санҷед? пас шитобед. нишони имо шаҳри Душанбе, кӯчаи Шероз 31, телевизиони Баҳористон. намоиши ба пеш. телефон барои тамос 221 95 24. ва гумон мекунам ки ба ҳар кадоми шумо ширкат аз манфиат холӣ набуд. шояд ба худ андак як чизи нав гирифтед ва агар бинандагон низ аз намоиши мо чизе ба худ гирифта бошанд, мо хеле шодем ва чун ҳамешагӣ намоиши мо барои нафароне ки мехоҳанд ширкат варзанд озод аст ва мо мунтазири ҳам пешниҳоди савол ва ҳам ширкати нафаронӣ фаъол ҳастем. то боздид.